متوجه زبان خود باشیم که دل را نشکند و اشک را نریزاند که او محبوب الله است. الذي جمع مالا وعدده. به تخت دکان خود وقتی یک ثروتمند متکبر نشسته هست، فقیر و مسکین و بیچاره و ملنگ و درویش را طعنه میزند و تمسخر میکند. نکنیم با این زبان خود که دل را برنجانیم که در او دل نور الهی باشد. این متوجه باشیم، غیابی باشد یا حضوری باشد، با زبان باشد یا با اشاره باشد، کوچک باشد یا بزرگ باشد. تا حتی بعضی از علما فرمودند که حتی به شوخی طعنه زدن و عیب جویی کردن درست نیست. به شوخی در بعضی جاها میبینیم 4 نفر با هم دیگر دوست و رفیق هستند، 4 تا جوان با هم دیگر صمیمی دوست هستند. یکی برای دیگران حرف زشت میگوید، فحش ناموسی میدهد، لهو و لعب میگوید، حرفهای رکیک و زشت و ناپسند میگوید. چرا چنین میگی؟ شوخی کردم، دوست ما هست. این دوستی نیست، این رذالت هست. این دوستی نیست، این خباثت هست. این دوستی نیست، این ذلت و خواری هست. هر جوان مسلمان و مؤمنی که چنین دوستانی داشته باشد متوجه باشد که با چنین دوستانی به عذاب الهی گرفتار می شود. جای شرم است که در بین جامعه ما حرف لهو و لعب به طرف مقابل بگو، حرف زشت بگو، حرف ناپسندی بگو، مسخره کن، توهین کن، تحقیر کن. که چکار است؟ این دوست منه. کسی ناموس انسان را دو بزند، اولاد و زن و فرزند انسان را حرف زشتی بگوید، طرف مقابل طرفش میخندد. اوج بی غیرتی هست. رفاقت در چوکات شریعت. سیدنا ابوبکر صدیق دوست رسول الله بودند. دوستی را بیاییم از اینها یاد بگیریم، دوستی را از اصحاب کهف یاد بگیریم، دوستی را از اصحاب رسول الله یاد بگیریم. دوست باید به دوست خود از جان کمتر نگوید، از گل پایین تر نگوید، او را مثل چشمان خود حفاظت بنماید. این را دوست میگویند. این دوستی ها وسیله نجات می شود. و دوستی هایی که با لهو و لعب آغشته باشد، میدانید عواقبش چیست؟ عواقبش این است که در روز قیامت میگوید که ای کاش فلانی را به دوستی نمی گرفتم. چنین میگوید فلانی مر به طرف عذاب کشانده، فلانی مر به طرف جهنم کشانده، فلانی امروز سبب شده که من به عذاب الهی گرفتار بشم. ای کاش ای کاش ای کاش خودی فلانی رفیق دوست نمی شد.